دختری مسلمان گویم بروک جینس میپوشد، یا دختری مسلمان کرتاهایی که مردها میپوشند که میپوشانیم سحر مکتب روان میکنیم، میپوشانیم کجایی که خواهیم روانشان میکنیم. بعداً ببینین اگه مادرای به عقلی ما و شما را ببینین، با بعداً چیکار میکنیم؟ بعداً خواهان او هستیم که یک کس دروازه ما را تق تق کنه و برای خواستگاری دخترمان بیاید. مادرای عزیز باور کنید امروز مردم فکرش دیگر شده است، از حوض توجه میکند. همین دختری با حیا است، دختری خدا ترس است، خاندانش دروازه‌اش تق تق میکنن برای خواستگاری میآید. وقتی میبیند که از وقتش همین خیل بی‌معنیگری میکند، ناخوبی های خودش نشان میدهد، خودش که در اون محله که مشهور کرد، پس پگاه قیامت پرسید همون دختری چی خیل است، کسی خواهی نخواهی شاهدی میدهد، میگه نه اونجا نره که اون دختری چی ندارد. همونجا باور که سین سالش تا 30 و 40 میرسد، بعد یگان کس اگر یکی زنش مرد یا که یگان کس مثال یکی خیلی ضرورت چی، بعد میاد به خواستگاری همون کس. اما این چیزا نمیخواهیم که ما میخواهیم دخترای ما در سین 17 و 18 با این همین خیلی خرسندی ها آمده از نزد دروازه ما به آب رو گرفته برنش که ماها گویم در پیش یک دو با خود آشنامان باشد، خود دوگانمان باشد، با گردنمان بلند شود. مادر عزیز آخه برای آنچه که این پیدا کردنش در دست ما و شما از ما نگذاریم که مثال آنچه که اونا میخواهند، آنچه که اونا اراده دارند، اونا را استفاده برند، زیرا خطری در آخرتش دارد، خطری گویم در سین سال 17 و 18 دارد. اینا او روز در ما اخبارات آمد بود که من را در جمعه هم اعلان کرده بودم. مثال ببین دختری صنف 9 از بچه صنف 11 حامله دار است در فرخار. دختری صنف 9 از بچه 11 حامله دار شدگیان. به خاطر چی بوده است؟ وقتی جوان پرسیدن گفتن خیلی وقتی که می آمد مقصد لباس های جذاب داشت، وقتی که ما را در او احوال دیدیم راستی بار وسواس شیطان شدیم و پیامی زنک گرفتیم. این امروز کار به حدی آمد که مقصد پای اندازه است که هر کاری میکنیم بکنین، من این نمیگیرم، مقصد هر کار همش تیارم، لیکن این ما بزنی نمیگیرم، زیرا یک تنها این حمله که ای دارد این تنها از من نیست. ببینین به خاطر چی بود همش؟ از چی سبب پیدا شد؟ به خاطر خود ما که تیار کردیم و روان کردیم خیلی اون روزش میتن. هر یک او شاعر میگفت که همین درختی که اگر میوه کرد از دیوال خانت که بیرون شد، خواهی نخواهی مردم که میوه را دیدن میزنن سنقتی و میوه را میگیرن. یعنی وقتی ما هم که اگر مثل میوه و دخترای ما خوشروان وقتی در کوچه میبراریمشان، خواهی نخواهی این گرگه ها بسیارن، آدمای هستن دایم همخیلی میکوان، بعد به آب رومان میکن، بعد در محله شان شرفمون میریزد، آب رومان میریزد که او سخنی که علاج واقع پیش ای وقوع بود ما که نکردیم، انا مرحمت به آبروگیمان. برای مادرای عزیز بسیار احتیاط کنیم. با خدا برای قدر و قیمت خودمون گپ میزنم، برای شرف و قدرمون، برای اینمی هممون حاضر و هیچ آدمی گویم که بی درد نیست. وقتی همین واقعه را میشنوی یا دولینت میزنه یا یگان درد دیگه دا میزنی، گویم با از حساب اینمی مصیبت فرزند روز خوشیش نادیده از دنیا را ترک میکنی میره، چی فایده داره؟ به همین خاطر همش در دست خودتان است. احتیاط کنین. به همین خیل گویم که لباسای خیلی ناخوب دخترها را آورده نرسانین. مادرمان عایشه وقتی دید این توده زنها را که زیارت آمدن که این خیلی لباسای تنگ و این خیلی که تمام اعضای زن بیرون در نمایش داد، خیلی نبود، بلکه میگد کم تنک بودن که بدن نما نبود، تنک بود. حضرت عایشه مادرمان چی گفت؟ این کنتون مؤمنات، گفته ای دخترای عزیز، گفت مرا زیارت آمدین، خوش به حالتان، ثواب گرفتین، من زن پیغمبر هستم، ثواب گرفتین، در حقتان دعا میکنم، لیکن اگر ذره ایمان داشته باشین از همین جای من که خیستین خانه رفتین این لباس ها را دیگر ابدی در بر نکنین که این لباسی که شما دارین لباس زن مسلمان نیست. گفت ببینین یک لباسی تنکتر بود که بدن نما نبود. امروز همت از روی انصاف جواب دین که اگر همون زیر پوشی زن نباشد باور که کلی بدنش در بیرون است. باور کنیم به خدا در بازارو چشم تا دیگر همین تا اوی کرده نمیتونی. اگر همین یک زیر پوشامون نباشد تمام بدنمون در بیرون است.